السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالله تاجیکستان هستم. من برای کارمندان شبکه جهانی وصال حق خیر اظهار و سپاس و منتداری میکنم و از الله مهربان خواستار آن هستم که برای اینها علمی فراوان، علمی زیاد عطا بکند و خیلی منتدارم و سپاسگزارم که ما مردم تاجیکستان را فراموش نکردند و برای مردم تاجیکستان برنامه خیلی خوب برپا کردند و در این شبکه جای دادند.